میرزا ترسانزاده صدرالدین عینی شاه تیمور کی شیرین شاه تیمور او کی بود خیلی اونهایی که فعلا در قید حیات هستند همین سال جایزه گرفتن از اونها کیا رو میشناسید؟ خیلی جایزه گرفتگی یارو چی کرده میتونه که بخوام تست چی میگه یادم میبره خیلی یارو با یادم نمونده راست شکازم همین برای با دست آوردن جایزه برای گرفتن یک عنوان دولتی جایزه دولتی باید چیکارها را انجام دهند؟ فرض کردیم انا کتابی که تاجیکان که مثال نویساندن این با یک مهنت نهایت زیاد به دست آمده که در تمام جهان مثال در تمام چی مشهور شد تاجیکستان از روی خلقیت از روی چی هیچ کس نمیشناخت تا یک وقتی که همین کتاب که مثال درج کرد شاعری محترم مثال ایروی همین نهایت ما صاحب وطن بسیاری وطنداران ما نمیدونستن تاریخ تاجیک خود را ایروی صاحب مثال چیدن فهم و خواهشی مثال چیدن که در حقیقت فهمیدن که ما هم خیلی تاجیکیم تاجیک زبانی فارس زبانی مثال وطنداریم ایروی هم شناختن ما را К сожалению, нет, نمیشناسم. نمیشناسم Талер Назаров گرفت مکافات رودکی دیگر یکم کسی نمیدونم برای من پروسه خودم وای کردم تبریک کردم رام میدونم دیگر یکم کسی برای خواندن کتاب باشه برای جای آزمون ها باشه برای همین قمه میدیدین در همون رکلامات در تلویزیون یا جای باشه نه که وقت نداشتین تماشا کنیم که همین جایزه را کی گرفته یا کی میگیره میدونستین که میگیرن من بعد صد خوب بودم ندیدم گرفتن جایزه گرفتن رو ندیدم راستی گپ ده به نظر شما کیا جایزه میگیرن یعنی که برای یک جایزه گرفتن باید چیکار را انجام کنند؟ خیلی همین چیکاره که با او موافق است سر و کار دارن همون کارا رو باجی چی میگیرن ده با اجازه میگیرن بعد صاحب عنوان میشوند قدردانی کردن میشوند موافقی همون دانششون موافقی کار و رفتارشون موافقی نویسنشون برای همین عنوان میگیرن